روزی که انسان نمیتونه ازش فرار بکنه. نتیجهش بسیار خطرناک است، خیلی خطرناک است. اگر تو این روز را فراموش میکنی و اعمالت و اعتقاداتت و مفاهیم زندگیت خلاف این روال حرکت میکنه، نتیجهش چیست؟ نتیجهش عذاب ابدی و همیشگی جهنم که هیچ نجاتی پیدا کرده نمیتونی. نه واسطه بازیت کار میتن، نه سرمایه، مال، قدرت، شوکت، هیچ چیز کار نمیتن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ چیزی به دردت نمیخوره بجز اینکه قلب سالم در مقابل پروردگارت صاف شده باشی. روزی که از تک تک اعمالت محاسبه باید بدی. پیامبران اگر پدرت هم باشه، پدرت اگر پیامبر باشه، تو را شفاعت کرده نمیتونه. چرا؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضی. به خاطر که الله اصلا اجازه شفاعت را بر کس نمیده مگر اینکه الله ازش راضی باشه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کسی اذن شفاعت در مقابل